این هفته خبر تو خبر داره براتون از سفر مسخره آخوند رئیسی به روسیه و دست و پا زدن‌های تیویش برای ماله کشیدن روی رسوایی‌های این سفر. نماز در کاخ کرملین، نمازی که خبرش حسابی در فضای مجازی پیچید. سلام، تکبیر و اقامه یک نماز در کاخ کرملین به افق مسکو به چشم کاربران شبکه‌های اجتماعی اومده و ده‌ها تحلیل سیاسی از این عمل عبادی نوشته شده. بله، این ده‌ها تحلیل سیاسی به قدری فضاحت‌بار بوده که صدای امام جمعه خامنه‌ای هم در اومده و مجبور شدن پشت تریبون جمعه بازار اینجوری ماسمالیش کنن. حالا بعضی از دشمنان داخلی که خودزنن، متاسفانه ما خودزن خیلی داریم، به خودمون لطمه میزنیم. بله، بعضی گفتن حالا مثلا اونجا نماز خونده مثلا چه فایده ای داره. حالا اگه نگفته باشن این ریاست، نمیدونم اصلا باطله، این حرف رو نزده باشن. ظاهرا این موضوع خودزنی بین آخوندها تبدیل به اپیدمی شده، چون عثمان تو آخرین روزخونیش از همین خودزنی ها نالید. گاهی اوقات بعضی ها بنده مکرر مثال زدم مثل کسی که توی یک سنگری قرار گرفته، بعد خوابش میبره، بعد از مدتی از خواب بیدار میشه، نمیدونه دشمن کدوم طرفه، دوست کدوم طرفه، تفنگ رو میگیره طرف دوست. این هم یه نمونه از خودزنی در نظام ولایت توسط یکی از آخوندهای باند مغلوب. دو دستی خودمونو فروختیم، شدیم مستعمره چین و روسیه و چین اقتصاد ایران رو نابود کردن. امریکا، اگر ما با امریکا ارتباط برقرار کنیم، این کشورهای اروپایی رو بزنید کنار، مستقیم برید برگ برنده آقای رئیسی بایدنه. بایدن رو تونستید راضی کنید، تو همین دوره توافق کنید، ترامپ برگرده بلایی بر سر کشور ما خواهد آورد که خواهید دید چه خواهد شد. کمایی که الان شده، این اقتصاد، این بورس، این ارز. البته جلز و ولز این جماعت فقط و فقط به خاطر سهمشون از قدرت و ساندیس‌های از دست رفته است. حالا بشنوید از بوفالوی ولایت که وسط این خودزنی‌ها داره از فضای مجازی میناله. این لامذهب‌هایی که توی فضای مجازی حرفای امثال بنده رو اینها تحریف میکنن و پس و پیش میکنن، توهین میکنن، مسخره. ما که وحشتی از حرفا نداریم، باکی هم نداریم. معلومه کلیپ‌ها و قطعات طنز پیک شادی حسابی حال پدرزن رئیسی جلاد رو گرفته. مقام معظم رهبری یک جیب گشادی رو باز کردن برای درآمد، برای خودش، برای زن و بچهش، به عنوانی که عالمم هر چی دلش میخواد تو جیب گشادش بریزه. این مدیریت شیطانیه. این هم تصویر دیده نشده از جیب عثمان که هیچ وقت پر نمیشه. البته ترس آخوندا فقط از فضای مجازی نیست، چون تو فضای حقیقی هم این روزا حسابی به حسابشون میرسن. دو نمونهش رو با هم ببینید. آشغال کسی ترسیدون کسی نیست، اسکال ماریاتی. ببین یه کاری میکنه از اونجای کسی بیای پایین ها، با باید کسی طرفی اون داره. نه اون داره اینه مرد به همه تون. ببین یه عمر 40 ساله دارن بزن توهین میکنن اینا. 40 ساله ایشون گفت منم گفتم. برو بابا گویا غلط کردن. کی هستی؟ گفت که دست رو من بلند نکن. عوضی تویی فعلا. البته شمایی که دارید این مملکت حکومت میکنی، تو غلط میکنی. گفت چرا با آشغال خفه شو.
ماشاءالله داداش. خلاصه اینکه پیچ و مهره‌های نظام ولایت بعد جوری در حال باز شدنه. مشنگستان این هفته رو با فیلم منتشر شده ای از خمینی دجال شروع میکنیم که خودش به تنهایی گویای رابطه این برج زهرمار با نوچه هاشه. ملت ما از انقلاب منصرف شده باشد، خاموش میکنم، صحبت نمیکنم، برو نمیکنم، بردارید صحبت نمیکنم. این هم یه نمونه دیگه از تشر زدن امام دجالان به امت نالان. ما میخواهیم جوانانمون را از اشرتکده ها به میدان جنگ ببریم. ساکت باشید. بسیجی‌ها که دیدن با انتشار این فیلم ها آبروی نداشته امامشون بد جوری رفته، یه فیلم هم از گل پرت کردن خمینی منتشر کردن که البته دست کمی از تشر زدنش نداشت. طرف گل پرت کردنش هم مثل آدمیزاد نبود. یادتونه چند وقت پیش عظما یه پیام کشکی برای جوانان خارج از کشور منتشر کرد، همون که هیچ کس براش تره هم خورد نکرد. حالا ببینید لابیای اونور آبی چه مسخره بازاری براش راه انداختن. همزمان با سالگرد انتشار نامه رهبر انقلاب به جوانان در غرب از کتاب رادنی شکسپیر نویسنده انگلیسی با عنوان پاسخ الگویی نوین رونمایی شد. این کتاب با الهام از نامه رهبر انقلاب خطاب به جوانان عدالت طلب اروپایی نگاشته شده است. به نظرم ایران اکنون در مرحله است که میتواند انقلابش را به جهانیان عرضه کند. این شما و این همیه چشمه از اون پیام‌های نظام که قراره به دنیا عرضه بشه. عدم امنیت شغلی، خانواده‌ها دارن طلاق میگیرن، فساد، بجهکاری، استرس، استثمار، بردگی. بیاید یه حلقه به گوش من کارگر آویزون کنید. این هم یه نمونه از وضعیت محافل اقتصادی و بورس و این حرفا. دستور جلسه دوم هم انتخاب توی این وضع و اوضاع آخوندا همچنان مشغول جعل حدیث و دجال بازی برای تبلیغ ریاضت اقتصادی هست. طرف اینقدر دستپاچه شده که یادش رفته اصلا زمان حضرت علی یخچال نبوده. وقتی علی اومد خونه دید هیچی تو یخچال نیست. زهرا جان چرا نگفتی چیزی بخرم؟ گفت خجالت میکشیدم، از تو درخواست میکنم. تا دلتون بخواد فک بی جنبونن و حرفای بی محتوا میزنن، اما از برفروبی یه جاده و حل مشکلات مردم هم عاجزن. ببینید چطوری به جای برفروبی کردن داره همه برفا رو میریزه تو جاده. این هم یه نمونه از اتفاقاتی که فقط تو حاکمیت آخوندا میفته. طرف خودش تو کار ساخت واکسن برکت بوده، اما به خودش که رسیده آسترازنکا زده.
آقای دکتر، شما هم جزء تیم تهیه در واقع تولید و تحقیق واکسن برکت بودین، هم واکسن اسپایکوژن. خودتون دوز سوم رو دریافت کردین؟ بله، دوز سوم زدم من. و چه واکسنی؟ من آسترازنکا زدم، چون اون موقعی که ما داشتیم واکسن تزریق می‌کردیم هیچ کدوم از این واکسن‌ها مجوز از وزارت بهداشت برای تزریق نداشته. مجوزی که تزریق داده بود وزارت بهداشت در واقع واکسن‌های دیگه بود که ما اون واکسن. حالا که تا اینجا اومدیم یه سری هم به خودروهای داخلی و سیستم‌های ایمنیشون بزنیم. خیلی راحت میزنن در باز میشه. حالا اگه قفل فرمون هم داشته باشه این قفل فرمون خیلی راحت با یه وسیله خیلی ساده قفل فرمون رو باز میکنن. حتما با نصب محافظ ضد سرقت ماشین خودت راه میاری. آخوندا نحوه دست کردن تو جیب مردم رو توی یه سکانس سینمایی شبیه سازی کردن. منتها این شبیه سازی یه تفاوتی با واقعیت داره، اونم اینه که همون مقداری که تو این فیلم هست رو هم به مردم نمیدن. شیکه. آره شیکه، ولی من بیشتر آرامش رو دوست دارم. هر موقع میام اینجا آروم میشم. الان آروم شد. یعنی یه جورایی پاتوقتونه. بله. جای گرونی به نظر میاد. خب من خیلی تو قید و بند پول نیستم. چیزی نمیدونم. درست آقا جواد؟ بهادر است. بهادر اسم؟ آقا جواد اینجا دیگه نمیاد؟ جواد نداریم. آقا معذرت میخوام. خواهش میکنم. شما برید کنار ماشین. من خودم گم کردم یا جایی گذاشتم. امکان داره من مبلغشو فردا تقدیمتون بکنم اگه اشکال نداره. آقا بدش. اگه اشکال نداره. ببخشید. این باشه خدمت شما. باشه. آقا تو رو خون. آقا خواهش شرمنده. جلو خانواده خون. دست شما در قابلی هم خواهش کرد. بفرم. خدای خودت قبول. مشنگستان این هفته رو با سوز و گدازهای رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران نسبت به وضعیت دژخیم حمید نوری به پایان میبریم که بدون شرحه. حمید نوری در طول 2 سال گذشته شرایط سختی داشته. مسئولین سوئدی حتی از دادن عینک بهش که چشمان ضعیفی داره خودداری کردند و اونو مورد ضرب و شتم قرار دادند. 2 سال در سلول انفرادی در سخت‌ترین شرایط زندگی کردن. این دژخیم حمید نوری فکر میکنه با لوده بازی میتونه خودش رو در ببره، اما خبر نداره که این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی یک نوازنده خوش‌ذوق جلب می‌کنیم که خودش تنهایی موسیقی درخشان فیلم خوب بد زشت رو اجرا می‌کنه.